امروز یک تعداد از ملاها و دعوتگران به جای اینکه مردم را به سوی خدا دعوت بدهند، به سوی دین الله و سنت رسول الله علیه السلام دعوت بدهند، به سوی خودشان دعوت میدهند. با گریه های دروغین و نمایشی مردم را تشویق میکنند به دستبوسی خودش. به همین خاطر رسول علیه السلام فرموده بیشترین افراد منافق امت من قاریان قرآن هست، علما هست، ملاها هست که از آدرس علم برای مردم خود را معرفی کردن. یک پیام تکان دهنده اول برای خودم، بعد برای هر کسی که از آدرس عالم و دعوتگر و حافظ و قاری قرآن در میان مردم نفس میکشند و جایگاه دارند. این حدیث تکان دهنده رسول علیه السلام را با گوشای باز باید بشنوند. رسول علیه السلام پیش بینی نموده فرموده اند اکثر منافقی هذه الامه قراؤها، بیشترین منافقین امت مرا ملا، علما، دعوتگران، حافظان، قاریان قرآن کریم تشکیل میدهند. این فرموده من است، فرموده محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. عزیز ما که پیام مرا میشنوی خفه نشو، ما کسی نیستیم که اینقدر به ایمان خودمان مطمئن باشیم. از